قاعده 146 چی هست؟ مفهوم حوض و کوثر را بفهمیم. یکی حوض است، یکی کوثر است. باید این دو تا با هم فرق میکنن. حوض در لغت ما و شما میفهمیم مکان است در او پر از آب می باشه. مثلا ما و شما حوض آب میگیم، نه؟ حوض آب بازی. و کوثر چی را میگن؟ کوثر به معنای خیری بسیار زیاد است. و در اصطلاح حوض مکان است پر از آب در میدان قیامت. خود حوض است یک حوض در میدان قیامت، یک حوض پر از آب پاک و صاف و خوب است در روز قیامت. و کوثر نهر است در جنت. اینمی حوضی که در روز قیامت است، اونمو آبی که از جنت، از نهری که از جنت است، از او که آب می باز، دمی حوضی که در روز قیامت است اینجا می باشه. پس چی است؟ ابی یحیی و سعید بن حدیر رضی الله عنه میگه که یک شخص از انصار گفت که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم الا تستعملونی کما استعملت فلانا، آیا مرا هم موظف نمیسازی؟ مثلا بود شاید کدام کس را والی مقرر کرده یا رئیس مقرر کرده کدام جای و فلان شخص. فقال گفت انکم ستلقون بعدی اثره، شما بعد از من اثره چی میگن؟ که حقی که دیگرها داره شما میخواین که در او هم دخیل باشین. فصبروا، پس شما صبر کنین. یعنی شما میفهمید کسایی که حقوق دیگرها را میخورن، کسی مستحق است لکن او دیگه واسطه دار است و شناخت داره و فلانی داره، حق دیگرها را میخورن. دیگه گفت رسول الله صلی الله علیه و آله فصبروا، صبر کنین حتی تلقونی علی الحوض، تا وقتی که شما همراه من ملاقات کنین بالای حوض. همین حوض کجا است؟ در میدان قیامت است. و در باری کوثر رسول الله چی میگه؟ میگه هل تدرون ما الکوثر؟ قال والله و رسوله اعلم. صحابه گفتن الله و رسولش میگن. قال فانه نهر وعدنیه ربی عز وجل فی الجنه. پس همون نهر کوثر، جوی کوثر کسی در جنت است. و علیه خیر کثیر و علیه حوض، بالای زمین یک حوض است که در روز قیامت است. ترد علیه امتی یوم القیامه، که بعد از حوض امت ما در روز قیامت چی میشن؟ سیراب میباشن. دیگرها که در حالت سختی و غرق و گپا هست، کسایی که واقعا پیروان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، پیروان کتاب و سنت هستند، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از اینا چی میکنه؟ آب میده. آنیته عدد الکواکب، یعنی همون ظرف هایی که از دو آب مینوشن بگه به اندازه ستاره ها بسیار زیاد است. یعنی